بچه ها سلام، خسته نباشید. دوست عزیزمون فاطمه جون گفته بود که کاشت با قالب و به اون روش که گفتی که مثلا قبلش حجیم سازی کنیم اینا رو بهمون یاد بده. ببینید من انگشتمو مانیکور کردم، زیرسازیشو انجام دادم و بیسکوتش هم زدم. الان بهتون میگم که باید چی کار کنید. اول قالبمون رو اندازه میگیریم. ببینید بچه ها این الان قالب برای این شست عالیه. لبه بیرونی قالبمو ببینید سوهان کشیدم با سوهان کاغذی. قشنگ اینو اندازه ناخونم در نظر میگیرم. 1 میل ببینید قشنگ از ساید والام اضافه است. میایم چی کار میکنیم؟ مثلا ما میخوایم با یه موادی انتخاب میکنیم که یه خورده رنگ داشته باشه، پیگمنت داشته باشه که شما بتونید راحت ببینید. ببینید الان این رنگه. خب ناخونی که زیر سازی شده رو و بیس خورده رو میام ببینید این قسمت ناخون مواد میذارم. خب ببینید اضافهش رو برداشتم. خب میبینید همین مقدار کافیه. پس اومدم روی وسط ناخون یه مقداری از مواد رو گذاشتم. میذاریم خودش شکل بگیره، خودش رو روی ناخون ول کنه. از روی وسط ناخون میام این مواد رو، این ژل رو هدایت میکنم به 2 ساید والا. ببین بر میدارم یه مقدار رو این ساید وال، یه مقدار رو این ساید وال، پخشش میکنم. نمیذارم قلمبه بمونه. قلمبه بمونه کار خودم خراب میشه. ببینید به این ور کجش میکنم. قشنگ ساید والامو میپوشونم. دوباره یه مقدار دیگه. پس اول وسط میذارم، خودشو که ول کرد میارمش روی ساید والا. ببینید هدایتش میکنم. میبینید الان ساید والای من قشنگ مواد داره. این ساید والم یه مقدار خالیه. میام با قلمم قشنگ میرسونم به گوشه های ساید وال. خب این الان ساید وال من پر شده از مواد. خشکش میکنم. ببینید قشنگ مشخصه که کجاها مواد داره. میبینید خب حالا چیکار میکنم برای داخل قالب؟ قالبمو ببینید. خب از توی موادم ببین قلممو، قلم لاینرمه ها، مواد انقدر بر میدارم. قشنگ اندازه رو نگاه کنید بچه ها. میام میکشم تو ساید والا، بعد پخشش میکنم. ساید وال بعدیم هم همینجور پخشش میکنم. اصلا نباید قلمبگی داشته باشه بچه ها. قلمبه بشه به هیچ عنوان نمیذاره قالبتون رو کار بخوابه. پخش میکنیدش. ببینید پخش. به هیچ عنوان قلمبه نباشه. مواد رو که میذارید نازکش میکنید و پخشش میکنید. خب دیدید 2 ساید والام هم اینجوری مواد گذاشتم. حالا خشکش میکنم. اندازه 10 ثانیه بسه.
تموم که شد میرم مواد کلو از توی کوکم بر میدارم. از لبه آزادم میذارم. شروع میکنم به پخش کردن مواد. به هم ریخته انجامش ندید. به ریشه که میرسه 0 میشه. ببینید در همین اندازه برای این کار کافیه، چون ما یه حجیم سازی روی ناخن انجام دادیم، یه حجیم سازی روی ساید والا و توی قالبمون هم اومدیم ساید والاشو مواد گذاری کردیم. پس نیازی به زیاد مواد توی قالب نداره. ببینید الان این مواد توی قالب کافی و تمیزه. من روی ناخونم میذارمش، خشک میکنم، میام نشونتون میدم. خب من قالبمو در آوردم، فرمدهیمو انجام دادم. ببینید چقدر تمیز و مرتب. این قالب تا ترمیمم میمونه. انشالله که اجرا کنید، کاراتونو برام بفرستید ببینم.